کیومرث را نشاندم بر کوها، با ردایی از پوست پلنگ و تاجی از طبیعت. ضحاک را زنده کردم، ستمگری با مارانی بر دوش که زمین را در تاریکی فرو برد. و فریدون را آفریدم که با گرز گاوسر ضحاک را در دماوند بربند کرد. قلم من شمشیری بود در دستان. رستم را سرودم، پهلوان سترگ ایران، با رخشش همچون طوفانی بر دشت ها تاخت، دیوان را شکست و مرزهای ایران را نگاه داشت. اما حتی رستم نیز در دام تقدیر گرفتار آمد. در میدان نبرد بی آنکه بداند پسر خیش را به خاک افکند. آن روز من نیز با او گریستم، چرا که غمش غم همه ایران بود.